خب میخوایم در مورد زردی توی نوزادان صحبت کنیم. ممکنه برای خیلی از مادرها سوال پیش بیاد که نوزاد من و نوزاد دوستم و نوزاد خواهرم توی یک روز به دنیا آمدن، چرا نوزاد من زرد شده نوزاد خواهرم زرد نشد؟ دلایل خیلی زیاد و متفاوتی نقش داره توی این زرد شدن نوزاد. حالا من یه چند تایی رو بهتون اشاره میکنم در حدی که اطلاعاتتون نسبت به این ماجرا بالاتر بره. بر مادرای عزیزی که خیلی این مسئله براشون مبهمه و سوال دارن در موردش. یکی این که مادرایی که گروهخونی O دارن نوزادشون گروهخونی A میشه، یعنی تفاوت گروهخونی AO میشه. مادرایی که گروهخونی O دارن بیشتر احتمال داره نوزادشون زرد بشه. و اینکه نوزادایی که وقتی به دنیا میان، حالا یا به روش طبیعی یا به روش سزارین، یه کبودی‌های خیلی گسترده‌ای روی سطح پوستشون دارن، یا نوزادایی که طبیعی به دنیا میان روی سرشون این ناحیه از سرشون کپود دارن، یعنی ورم دارن. توی این نوزادا بیشتر احتمال زرد شدن هست. دیگه توی نوزادایی که خوب شیر نمیخورن، چون زردی با ادرار و مدفوع نوزاد دفع میشه از بدنش. نوزادایی که خوب شیر نمیخورن، خوب مدفوع نمیکنن، خوب دفع ادرار ندارن، بنابراین زردیشون بالا میره. نوزادایی که باقله‌ای هستن یا کلا سابقه ارثی باقله‌ای دارن توی خانوادهشون، اینا تاثیر داره توی زرد شدن نوزاد. حالا زردی نوزاد چجوری اندازه‌گیری میشه؟ کی اندازه‌گیری میشه؟ معمولا بین 12 تا 24 ساعت بعد از تولد زردی خودش رو نشون میده. زردی توی 10 روز اول تولد ممکنه که بالا بره و وجود داشته باشه و که طبیعیه، حالا با نور گرفتن درمان میشه. زردی که بیشتر از این طول بکشه، حالا دلایل دیگه‌ای داره، احتیاج به پیگیری‌های بیشتری داره و معمولا آنزیم‌های کبدی نوزاد باید چک بشه توی زردی‌هایی که بیشتر از 10 روز طول میکشه. و اینکه مقدار زردی که باعث میشه نوزاد احتیاج داشته باشه که فوتوتراپی بشه یا نور دریافت کنه، توی هر نوزادی با نوزاد دیگه فرق میکنه. یعنی یه عدد ثابت ممکنه یه نوزاد لازم باشه نور بگیره، یه نوزاد لازم نباشه نور بگیره. چرا؟ چون به وزن بچه ربط داره، به روز تولدش ربط داره که چند روزشه، بر اساس اون تصمیم گیری میشه که نوزاد نور بگیره یا نگیره. معمولا توی چند روز اول تولد، حتی اگه نوزاد زرد نباشه، پیشنهاد میشه که زردی نوزاد رو تقریبا تا 2-3 روز اول بعد از تولد هر روز صبح چک کنن و جواب رو به یه دکتر مورد اعتماد نشون بدن. و درمانش فوتوتراپی نور، یعنی گرفتن شیر مادر خوردن، شیر زیاد خوردن، و اینکه درمان‌های گیاهی جایگزین نداره. منبع موثقی اینو تایید نمی‌کنه درمانی غیر از نور درمانی. و اینکه چیزی که مادر میتونه ببینه که شک کنه نوزادش زرد شده، زردی سفیدی چشمه یا زردی سطح پوست یا قرمزی خیلی زیاد یا بیحال شدن نوزاد. اینا نشونه زردی نوزاده و احتیاج داره که خیلی سریع بررسی بشه. زیر این کلیپ اگر سوالی در این مورد دارید میتونید بپرسید، من حتما پاسختون رو میدم. امیدوارم این کلیپ براتون مفید باشه. اگر مفید بود و استفاده بردید، لطفاً برای دوستاتون به اشتراک بذارید و کلیپ رو سیو کنید تا یادتون